تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطوری پروکسی تلگرام بسازید و براش کانال اسپانسر اد بدید. تو این آموزش ما به این سرور خارج نیاز داریم. من سرور خارج خودم از ربات نکسنود گرفتم و روش پنل صنایع نصب کردم. برای ساخت پروکسی میایم تو بخش ورودی ها یا همون این بانز افزودن ورودی رو میزنیم، یه اسم براش میزنیم و پروتکل میایم میذاریم روی امتی پورت. میایم اینجا یه پورت رندوم میتونید استفاده کنید یا HTTPS. من خودم HTTPS استفاده میکنم و میایم تو بخش پروتکل. اینجا تو بخش پروتکل من پیشنهاد میکنم که اینو از رو کلادفلر بردارید. میتونید روی دامنه دیگه بذارید. من خودم از speedtest.net استفاده میکنم این بار. خب میایم براش این کلاینت اد میدیم ایجاد و لینک پروکسیشو کپی میکنیم. میایم تو تلگرام. الان اگه از این استفاده کنیم برامون وصل میشه. من کانکتو بزنم. خب میبینیم وصل شدهش و همین پروکسی میبینیم وصل شده و بدون مشکل بالا میاد. دقت کنید برای ساخت پروکسی باید آی پی تون حتما تمیز باشه و ترجیحاً از دامنه استفاده نکنید، از آی پی استفاده کنید. حالا برای اد دادن کانال اسپانسر میایید توی این ربات، آیدی این ربات هم توی کانال تلگرام میذارم. آیدی کانال تلگرام توی دیسکریپشن همین ویدیو هست، میتونید بردارید، حتما عضو بشید. میایم روی نیو پروکسی میزنیم. اینجا میگه هاست و پورت رو بنویس. این آی پی سرور رو میذاریم. اگه دامنه است که خب دامنه بزنید به جای این آی پی، ولی خب کلا پیشنهاد نمیکنم. آی پی وارد میکنیم، دو نقطه میذاریم و پورت 443 رو که اینجا برای پروکسی استفاده کردیم وارد میکنیم. حالا میگه این کد به من بده. من دیپسیک رو باز میکنم. میایید میگید که یک کد 32 رقمی پروکسی تلگرام برام بساز. اینجا این کد بهتون میده، مال هر کسی متفاوته، یه دونه میسازه بهتون میده. میایید تو صنایع، میرید دوباره توی تنظیمات پروکسی که ساختید تو بخش پیشرفته، این قسمت این سیکرت کدی که خود صنایع گذاشته رو پاک میکنید، اینجا واردش میکنید، ذخیره تغییرات رو میزنید و حالا همین کدو میایم اینجا به این ربات هم میدیمش. من الان اتصالم قطع شد به پروکسی چون اینو عوض کردم. یه بار دیگه میام کلاینت رو برمیدارم میذارم اینجا و بهش متصل میشم. این دوباره وصل شدش، زد موفقیت اضافه شدش. میایم روی منو مای پروکسی رو میزنیم. پروکسی که اد کردین رو انتخاب میکنید. من دو تا پروکسی دارم روی این نیستش، این کانال اسپانسر داره. اینو میزنیم روی این گزینه و حالا لینک کانالی که میخواین برای اسپانسر اد بدید رو انتخاب کنید. میگه حالا لینک کانالی که میخواین اضافه کنید. من حالا کانال یوتیوب خودمون رو میزنم. تمام. و این ممکن تا یه ساعت ولی طول بکشه که اضافه بشه، ولی بعد اضافه میشه. حالا به هر کسی این پروکسی رو بدید، کانال اسپانسر براش اد میشه.